شکل مدل شده. خب در ادامه من پنجره دیسمیس میشم، پنجره کریت رو، همینطور پنجره یوزر اکیپمنت رو و مدل اکیپمنت رو از پنجره گرافیکی فعلا ریموو میکنم. روی زون اکیپمنت هم وای میستم. همونطور که مشاهده میفرمایید ما الان 4 تا اکیپمنت رو مدل کردیم. 2 تاش مربوط به اکیپمنت های آماده نرم افزار بود و 2 تاش که ما با استفاده از پریمیتیو ها تولید کردیم. خب در ادامه من میخوام دستور لیست رو با هم تمرین کنیم. خب بعضی وقتا لازم هست که ما داخل نرم افزار PDMS اکیپمنت های مشابهی رو تولید کنیم. برای این کار دستوری هست تحت عنوان لیست، تولید لیست، که ما میتونیم با استفاده از این دستور خیلی تو زمان صرفه‌جویی کنیم. حالا فرض بفرمایید یکی از این اکیپمنت هایی که ما مدل کردیم رو من اد کنم داخل صفحه گرافیکی. الان بخوام که کپی این رو من حالا با فاصله نسبت به خودش تولید کنم. برای این کار من دستور لیست رو این قسمت باز میکنم. از قسمت add list من یک اسمی رو باید برای این در نظر بگیرم. من فرض بفرمایید که عدد 1 رو وارد کنم با زدن اینتر و اوکی. حالا در این قسمت بایستی کارنت الیمنت هم رو که میخوام اجزاش داخل این لیست قرار بگیرن رو مشخص کنم. از قسمت add current element رو مشخص میکنم که current element member رو در این قسمت. توجه کنید که مدلی که ما میخوایم ازش لیست تولید کنیم داخل پنجره members هایلایت شده باشه. همونطور که مشاهده میفرمایید در پنجره members equipment horizontal vessel هم همین وسل هایلایت شده هست، فعال هست. صورت هایلایت شده اینجا قرار داره. الان من اگر current element members رو انتخاب کنم کلیه اجزای این equipment در این پنجره لیست میشه. با انتخاب دکمه رادیویی هایلایت مدل من به این ترتیبی که مشاهده می‌فرمایید انتخاب شده است. از قسمت کنترل سیو در قسمت کامند لاین من میتونم دستورات مختلف رو تایپ کنم. برای نمونه فرض بفرمایید که من میخوام مدلم رو در راستای n 4000 میلیمتر یا 4 متر جابجا کنم. برای این کار حالا یک دستورم یاد بگیرید به مدل معروف by n 4000 با زدن اکشن مدل من 4000 میلیمتر در راستای n جابجا میشه. دوباره راست کلیک اینتر لیست که مدل من قشنگ دیده بشه. این پنجره رو من فعلا میبندم. همونطور که گفتم میخوام یک مدل مشابه همین مدل تولید کنم. برای این کار از دستور کپی آفست از قسمت آبجکت من گزینه لیست رو انتخاب میکنم. این دفعه همونطور که مشاهده میفرمایید گزینه های کارنت الیمنت، لیست و پیک هست. من لیست رو انتخاب میکنم. با انتخاب این لیست عددی که من یا اسمی که برای لیستم من در نظر گرفتم در کنارش بایستی که مشخص بشه. من مدلم رو به حالت وایر فریم در میارم. میخوام که در راستای X مدل من با وارد کردن عدد 4000 میلیمتر در قسمت X offset من یک مدل کپی مدل اولیم خواهم داشت. به این ترتیبی که مشاهده میفرمایید من تونستم با دستور لیست از یک مدل کپی بگیرم.